در تاریخ هنر نقاشی ایرانی نقاشان بسیاری وجود دارند که نام برخی از اینها به شهرت رسیده و برخی همچنان در حالی از ابهام هستند. یکی از تأثیرگذارترین این نقاشان کسی نیست جز غیاث‌الدین محمد نقاش ملقب به محمد سیاه قلم. این هنرمند طبق منابع موجود در قرن 15 میلادی در شهرهای هرات و تبریز سکونت داشته و در دربار شاهرخ و وایس‌سنقر میرزا فعالیت می‌کرده. او همچنین به چین سفر کرده و دیدگاه‌هاش رو در قالب یک سفرنامه مصور به ثبت رسونده. در آثار او خطوط قوی، رنگ‌های محدود و مینیمال و پرداز بی‌نظیر به همراه تصاویر خیال‌انگیز سبک خاصی به مینیاتور ایرانی بخشیده. او در آثارش دیوها رو با ویژگی‌های انسانی و حیوانی تلفیق کرده و در حالت مختلفی اینها رو به نمایش گذاشته و به تصویر کشیده. این ویژگی یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد آثار این هنرمنده. نظر شما در مورد محمد سیاه قلم و آثارش چیه؟ لطفاً نظراتتون رو در کامنت با ما به اشتراک بگذارید.